فقط با 3 میلیون تومان یه شغل خونگی را بنداز. سلام، وقتتون بخیر. چند روز قبل خانمی زیر یکی از ویدیوها کامنت گذاشته بودن من فقط 5 میلیون پول دارم. با سرمایه 5 میلیونی چه کاری میتونم راه بندازم؟ خیلی فوری هم به پول نیاز دارم. این سوال دو بخش داره. اول اینکه با 5 میلیون تومان چه کاری راه بندازم؟ دوم اینکه نیاز فوری به پول دارم. ابتدا بریم سراغ بخش اول. دوستان، شما با سرمایه زیر 5 میلیون تومان اگه نیاز فوری به پول ندارید میتونید آنلاین شاپ را بندازید. چون راه اندازی آنلاین شاپ یکی دو ماه اول خاکخوری داره و فوری جواب نمیده. داخل پرانتز بگم آنلاین شاپ همون فروشگاه آنلاین میشه. حالا چه فروش کالا در سایت باشه چه در اینستاگرام یا شبکه‌های داخلی مثل ایتا و روبیکا. خب حالا چه فروشگاه آنلاین رو با سرمایه کم را بندازیم؟ وقتی پولتون کمه باید سراغ کالاهای ریزه میزه برید تا بتونید با پول کم تعداد بالایی محصول بخرید و جنس مغازه آنلاینتون جور بشه. یکی از بهترین کالاهای ارزونی که الان میشه باهاش فروشگاه آنلاین راه انداخت و سود بالایی هم داره بدلیجات کیلویی خارجیه. دوستان، این بدلیجات واقعا کیلویی فروخته میشه و در هر کیلو بین 70 الی 80 تکه بدلیجات وجود داره. شامل گردنبند، نیمست، گوشواره، انگشتر، دستبند. این روزا استقبال مردم به خاطر گرونی طلا از بدلیجات زیاد شده. قیمت هر 1 کیلوگرم از این بدلیجات حدوداً 1,400,000 تومانه. بعضی جاها کمتر یا بیشتر. شما با 3 میلیون تومان میتونید 150 تکه بدلیجات تهیه کنید. این یعنی اینکه اگه همین امروز یه پیج اینستاگرام بزنید میتونید 150 تا پست برای فروش 150 عدد محصول بزنید. ضمن اینکه این بدلیجات کیلویی همگی از برندهای خارجی و دارای بسته‌بندی هستند. اگه شما بابت خرید 1 کیلو بدلیجات 1,400,000 تومان هزینه کنید و در هر کیلو 80 تکه بدلیجات موجود باشه، یعنی برای خرید هر تکه بدلیجات 17,000 تومان هزینه کردید. در صورتی که میتونید همین تکه 17,000 تومانی رو بالای 100,000 تومان بفروشید و این یعنی راه انداختن یه شغل خونگی فقط با 3 میلیون تومان. یعنی روی فروش هر تکه بدلیجات 80,000 تومان به بالا سود میکنید. سود فروش بدلیجات همه جا بالاست. دنبال شغل پردرآمد هستی ولی سرمایه خیلی کمی داری؟ بهت پیشنهاد شغلی دارم. بدلیجات زنونه داریم، توپک‌های 5 کیلویی از برند خالص ایم. کارا به صورت روکشتلا، روکش نقره، درصد زیادی نقره. این کار مثلا زیرکونیا هستش، نگین سوارسکی، روکشتلا، روکش نقره، استیل رنگ ساده. تعداد در 1 کیلو 75 تیکه تا 80 تیکه بهتون کار میده. برای استلام قیمتم حتما کپشن مطالعه کنید. حالا بریم سراغ بخش دوم سوال، این که نیاز فوری به پول دارم. ببینید دوستان، وقتی کسی نیاز فوری به پول داره یعنی وقت اینو نداره که زیرساخت شغلی رو فراهم کنه. قطعاً پول رو برای این ماه میخواد، نه 2-3 ماه بعد. برای این افراد بهترین پیشنهاد اینه که زمانشون رو بفروشن. یعنی جایی کارمندی کنن، منشیگری کنن، ادمینی کنن، یعنی وارد شغلی بشن که از قبل یک نفر دیگه زمان گذاشته و اون کسب و کار رو ساخته و الان شما فقط وارد اون کار میشید که کارمندی کنید و زمانتون رو بفروشید. بجز این باشه باید وقت بذارید و زیرساخت اون کار رو بسازید. شما چه ایده‌ای برای سرمایه زیر 5 میلیون تومان دارید؟ برامون کامنت کنید.